بینندگان عزیز و دوستداران برنامه چی باید کرد. چاپ ادبیات بچگانه در سال 2018 و دسترسی آن از جانب خوانندگان عنوان گرفته است موضوع امروزه برنامه و اکنون بینندگان عزیز کارشناسانی که در برنامه جهت مطرح مسائل امروزه آمده‌اند به شما معرفی میکنیم. گلچهره محمدی‌وا مدیر شعبه ادبیات بچگانه، نورسان و جوانان نشریه ادیب، صادق ذوقی دیرکتور مؤسسه نشریوی ادبیات بچگانه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و لطافت کنجایی‌وا راهبر تشکیلات جمعیتی بین‌المللی استقبال و بینندگان عزیز همزمان در برنامه ما با ارادت و صداقتمندی یک زمره خوانندگان، آموزگاران از مؤسسه‌های تعلیمی رقم 49م، 52م و 77م شهر دوشنبه حضور دارند که همگان را خوش آمدید میگوییم. خوب مهمانان عزیز، نخست میخواستیم اندیشه شما را وابسته به مطالعه اثرهای بدیعی، اهمیت مطالعه اثرهای بدیعی، نقش ادبیات در انکشاف نطق کودک شنیده باشیم. مرحمت. کتاب در تربیه نسل نورس و جوان و به خصوص انسان به نهایت نقش مهم می‌بازد. اگر ما گیریم تمام سخنگستران، شاعران و نویسندگان، تذکره‌نویسان کلاسیک و معاصر همیشه تلقین و هدایت بران میکنند که همیشه در جوانی باید ما کتاب خوانیم. چون که اگر انسان در دوران جوانی، کودکی اگر کتاب خوان نشود، کتاب را از بر نکند، در دوران میانه عمری و پیرانسالی اون کتاب را از خود کرده نمیتواند. هنوز در عهد قدیم سیاستشناس ریم سیتسرون گفته بودند که خانه بی کتاب مانند جسم بی روح است. چی در جوده سیاست، چی در جوده اختراع‌کاری ها، چی در همه جوده هایی که انسان ها همون در ساحه طب، همین قدر انسان های بزرگی که شاعران کلاسیکی ما به درجه عالی رسیدن و نام آنها در تاریخ ادبیات تا امروز باقی مانده است. این از شرافت کتاب است. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. چون که کتاب دنیای باطنی انسان را دیگر میکند. انسان را از یک عالم به عالم دیگر وارد کرده میتواند. یعنی انسان نادان را دانا، ناکامل را کامل و یا کاملتر میگرداند. مرحمت. اندیشه های بعدی رو میخواستیم فهمیده باشیم راجع به اهمیت کتاب در تشکل نطق کودک. کتاب این یک غذای معنوی ماست، مثل نان مقدس که ما با اون رزق داریم و زندگی میکنیم. کتاب این در تشکل دادن معنویت انسان خیلی موقع خاص دارد. سر کرده از کتاب مقدس قرآن تا امروز من بهترین کتاب هایی که امروز چاپ می شوند در تمام دنیا، من تنها در نظر ندارم که در تاجیکستان ما باشد، و این کتاب ها امروز برای گفتیم یک عالمی هستند که انسان ما را به طور دیگر تربیت می کنند، یعنی آدمیت ما را تربیت می کنند. پیش از همه کتاب این انسان بودن، آدم بودن را تربیت می کنند و این را خود آموزگاران هم خوب می دانند و پیوسته بجز آن که کتاب های درسی آنها از این کتاب ها استفاده می برند و تعلیم می دهند از روی این کتاب، باز خواندن کتاب های بدیعی برای کودکان این یک دانش علاوه‌ای، یک سواد دیگری است که خوب گوییم که برای تعلیم تربیت کودک رول مهم دارد. بسیار با مورد است که تلویزیون بهارستان یک موضوع خیلی اساسی رو، یک موضوعی که بسیار می شود که ما تعریف میکنیم لیکن مشکلی های زیاد دارد. ادبیات بچگانه و ذوق خواننده، ذوق بچه که با کتاب چی ذوق دارد، این در حقیقت امروز مشکلی دارد. من همچون یک ادیب به شما عزیزان بچه‌های مکتب خون میگم که ما همچنین شما همین کودک بودیم، نورس بودیم و در یک ناحیه زندگانی میکردیم که 200 کیلومتر از مرکز دور بود و در همون ناحیه 3 کتابخانه بود. من همچون خواننده در هر 3 کتابخانه اعضا بودم و وقتی که ما کتاب میگرفتیم او کتاب از دست به دست میرفت. امروز ما اگر مقایسه کنیم بچه های ما کم کتاب میخونن. مشکلی امروزه ما همین است. برای چی گفتم که موضوع خیلی خیلی خیلی
روزمره رو امروز بهارستان روی کار آورده است، در حقیقت این مشکلی رو ما و شما حل کرده میتونیم. برای حل کردن چی لازم؟ اگر ما حاضر گوییم من دور نمیرم، من باز اویله خود رو مثال میارم. وقتی که من در خانه کلان شده بودم، مادرم معلمه بود، یک جوان خردک داشتیم، کتاب‌های درسی مادرم بود و ممکن یک 15-20 کتابی بدیهی. من میخواستم از بالاتر کتاب گیرم، مادرم نمیمون، میگفت که سین سالت موافق نیست با کتاب‌های بالا، او کتابی از رف پایان گیر. مصلحت میدادن که همون کتاب رو گیر. حاضر جوان‌های ما پر از کتاب، یک خانه پر از کتاب. فرزندان من مثل شوق به کتابخوانی ندارن. من وابسته به سین سال جدا میکنم، به فرزندان نشان میدم. اونها میگن اوچه جون در اینترنت همه این هست، اون کتابی که شما 3 ساعت یا 3 روز میخونید در 10 دقیقه من مضمونش رو میدونم. این علاقه کمبودی روز ما است. انا مشکلاتی که ما داریم همین است. اون چیزی که در کتاب شما میابید با اون قهرمان مثل افسانه ها یک در هندوستان پیدا میشه که در یک بیش از اون میشه که خود را در همون کتاب همچون قهرمانی همون کتاب تصور میکنید، در اینترنت این چیز رو نمیابید. ما نمیگوییم که شما به اینترنت کم دروید، از اینترنت دور باشید. جهان مترقی، تکنیک معاصر این هست، اما از کتاب و کتابخانه دور بودن شما این مشکلی است برای همه ساکنان دیار به فکرم. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا هم درست قید کردن معلم عزیز که امروز وقتی اون رسیده است که گرچند که از دوری های دور ما با کتاب بودیم، فرهنگ دوست بودیم، کتابخوان بودیم، روی آوردیم به اینترنت، روی آوردیم به کامپیوتر، روی آوردیم به تکنیک و تکنولوژی نوین. اکنون باز وقتی اون رسیده است که ما باز برگردیم به مطالعه عمیق اثرهای بدیعی مرحمت اندیشه آموزگاران رو می‌خوایم اینجا فهمیده باشیم. ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی آموزگاران صنف‌های ابتدایی کوشش میکنیم که همین شوق و هوس، رغبت به کتابخوانی رو هنوز از زینه‌های اولی تحصیل دادن از صنف‌های یکم در دل خوانندگان همین مهر رو جای دهیم. و خوشبختانه طی 3 سال است که با نظام نوی تعلیم در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی از روی مناسبتی با صلاحیت به تعلیم در فن زبان مادری خوشبختانه در هر 10-12 موضوع پس یک موضوع است، انیس کنج تنهایی کتاب است. و فکر میکنم که این پیشنهاد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با در همین نقشه ها وارد نمودن همین موضوع رو محض به خاطر آنه که زیادتر خوانندگان به مطالعه کتاب‌های اثرهای بچگانه مشغول شوند جای داده شده است. متاسفانه نه همه خانه چطوری که معلمه قید کردن خانه ثروتمند است. باری من به شاگردان سوال دادم که بچه به فکر شما در صنف ما از همه کدام عائله ثروتمند باشد؟ و آنها وقتی که ثروت میگوید البته آنها خانه های با حشمت، ماشین های سبکروی قیمت و دیگر جهاز قیمت خانه رو در نظر دارند و هر کس هر آن چیزی که بایگری حساب می‌داشت ثروت به حساب می‌گرفت نامبر می‌کرد و وقتی که به آنها همین مفهوم و اهمیت کتاب رو فهمانیده دادم، خوشبختانه اکثر عائله هایی که عاید مفهوم همین استفاده کتاب، مطالعه کتاب و درک نمون اثرهای خوانده شده به تاثیر معنوی کودک چه اهمیت می‌دهد درک نمودن ثروتمند شدند عائله ها. و وقتی که ما به پدر و مادران مراجعت کرده میگوییم که در وقتهای خالگی با فرزندان با مطالعه اثرهای بدیعی مشغول شوند، وقتی که به والدین خوانندگان مطالعه اثرهای بدیعی مصلحت میدیم، آنها به منامین نقطه های فروش میروند و آن نه همه آن نامگویی که ما با آنها پیشنهاد میکنیم دسترس کرده میتوانم. من در نظر دارم بسیارتر در همین تعطیل خصوصا خوانندگان صنف دومی که ما با آنها درس میدیم فقط از روی گفته خودشان کتاب های افسانه ها دریافت کردند. من بسیار خواهش میکردم که کتاب های نریمان بخازاده، گلچهره سلیمان و میر سعید میرشکر، بابا حاجی، عبید رجب، مثال در آنجا وقتی که در برنامه تعلیمی ما خوانندگان رو با همین شاعران و ادیبان
шинос мекунем, хуб мешуд ки вақто ки ҳамон хонанда ғайр аз дар барномаи таълимӣ оиди эҷодиёти ҳамин шоиру нависанда ки тасаввурот пайдо намуд, хуб аст ки вай дар даст анамин ганҷинаро худаш ҳамчун китобхонаи шахсӣ дошта бошад. ташаккур. ҳозирини азиз, шумо ҳозир метавонед ки ба саволи муаллима ҷавоб гӯед. кӯшиш менамоем ки барои муаллимони забон адабиёт аз ҳамаи шоирону нависандагон чӣ ба тариқи назм ва наср ҳамон мавзӯъҳои ҷолибро гирифта дар як китобчаи алоҳида ба таб расонидаем ки барои шумо муаллимҳо, барои китобхонаҳои мактаб ин кор осон шавад. яъне ки ҳамчун ёрӣ расонидем. мо дар соли 2017 таскираи адабиёти бачаҳо ҷилди 1 ба тариқи назм ва ҷилди 2 аз Наримон Баққозода сар карда то шоирони муосири то ин давра ки дар барномаи мактабӣ дарс дода мешаванд, онҳоро ҷой додаем, китобҳо ба таб расидаанд. китоби таскираи адабиёти бачаҳо ҷилди 1, ҷилди 2 ба назм 2 китоб ва ҷилди 3 ба тариқи наср ба таб расидааст. хеле тавсияи хубест барои он падару модароне ки барои дарёфти асарҳои бачагона на ба бозорҳои он ҷое ки фурӯши ашёи умум аст ва метавонанд тибқи анамин пешниҳоди шумо ба дарёфти китобҳои даркориашон. як чизи дигарро ман илова кунам, бахшиш. он дар мағозаҳои фурӯши китобҳо барои мисол он китобҳои мо онҳо бо дар болояшон аллакай баъд дасти чандум мешавад. гап сари он меравад ки вай мағозаи фурӯши китоб ҳам андози сода карда шуда аз ҳисоби фурӯши китоб месупорад ва ҳам барои ҳар як метри мукааб вай андоз месупорад. ба тариқи ҷоравӣ оно кор мекунанд ва дар болои нархгузорӣ менамояд. он китобҳое ки дар мо ҳаст нисбат ба мағозаҳои фурӯши китоб, яъне гуфтаниам ки арзонтар ҳастанд. барои мисол агар дар мо 12 сомонӣ рубоёти ҷалолиддини балхӣ бошад ва ё ин ки китоби мунтахаби осори муҳаммад иқболи лоҳорӣ бошад ба 11 сомонӣ бошад, дар он ҷа ба маблағи шояд ки 30 сомонӣ 35 сомонӣ, яъне ки нархи онҳо афзунтар аст. мо яъне муассисаи нашравии адабиёти бачагона ба мақсади ба даст овардани фоида нест. таъсис тибқи низомномааш бо мақсади таъмин намудани насли наврасу ҷавон ба адабиётҳои бачагона аст ва мо мағозаи фурӯш надорем. мо фақат дар ҳамкорӣ бо раёсати маорифи шаҳри Душанбе, дар ҳамкорӣ ва бо шӯъбаҳои маорифи тобеи ҷумҳурӣ ба таври ғайринақдӣ вогузарондани маблағ ба сурати ҳисоб мо аз мо китоб харидорӣ менамоем. сари масъала ихчамтар, кӯтоҳтар ва нишонрастар гап занем. инҷо маълима гуфтанд ки хуб вақте ки ба кӯдаконшон савол метиҳанд ки ки сарватманд аст, ҳамин дар ҳақиқат оилаи сарватманд. ман бояд гӯям ки ин бисёр як идеи хуб аст барои маълима ки гуфтанд ва ба чӣ ноил шуданд. хуб сарватманд он касест ки зиёдтар дар хона ғизои маънавӣ дорад. Гулчеҳрабону инҷо гуфтанд ки ҳозир ҷевонҳо пур аз китоб асту. ман як савол додани, оё имрӯз ҷевони китоб мо дорем ё не? ҳамин дорем. зеро дар замони шӯравӣ буд ки дар ҳар як гӯшаи хона як ақаллан камбағалтарин одам як хуб гӯем гӯшаяке дошт ки онҷо рафҳо монда шуда буданд ва китобҳо буданд. имрӯз дар хона метавонед ноутбук ёбед, телевизорҳои қиматбаҳо ёбед, метавонед тамоми ҷиҳотҳои техникӣ ки телефонҳои 400-500 доллара доранд хонандаҳо. лекин биёед аз рӯи инсоф гӯем, дар гӯшаи хонашон ақаллан як рафи китоб доранд, хусусан кӯдакони мо. ва ман мехостам инҷо гӯям ки вақте ки мо мегӯем китобҳои кӯдаконаро дастрас карда наметавонем, нахуст бояд барои кӯдакон мо китобҳои хушрӯ чоп кунем, зебо чоп кунем, китобҳое ки имрӯз талаботи дунявӣ ба миён гузоштааст. зеро вай кӯдакои имрӯза кӯдакои сину соли мо нестанд, кӯдакои сину момои бобои мо нестанд. инҳо хеле завқи баланд доранд, имрӯз дониши баланд доранд ва барои онҳо агар мо хоҳем ки онҳо китобхон бошанд, бояд пеш аз ҳама китоби замонавӣ ва ба сатҳи дунявӣ, стандартҳои дунявӣ кати баробар китоб чоп кунем.
بعدا شما میگویید که شاعر و نویسنده های کتابشون از کجا دسترس کنیم. خب بیایید من نشریات هایی که کتاب چاپ کردن ببینیم کدام شاعر و نویسنده تاجیک کتابش به چاپ رساندن در سال 2018. تشکر. سوال من بعدی ما نیز همین گونه است که وضع امروزی ادبیات بچگانه رو شما چگونه معنی داد میکنید؟ اکنون یک اندیشه کنید، معلم‌ها در مرکز زندگانی میکنند، شما بچه‌ها در مرکز زندگانی میکنید، کتابی در کار نمیابید. اون بچه‌هایی که 700 کیلومتر دورتر 800 کیلومتر دورتر از مرکز زندگانی میکنند. به نزدیکی ما با استاد شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر در ناحیه‌های شوهین، خوالینگ، مومین‌آباد، دنقره، واسه و شهر کلو بودیم. در هفته کتاب بچگانه باور میکنید وقتی که همین راهرو و موندن نمایش کتاب 90% کتاب برای کلانسالان و 10% کتاب برای بچه ها است در جایها بسیار وزمین. بعد وقتی که ما سخن میگفتیم چشمان شعله‌ور بچه ها رو دیدن ما میدونستیم که اونها تشنه و آخری با نویسنده و با شاعر و با همون شعری که وی از یاد میدوند مؤلفش رو میبیند. وقتی اشکاشیم رفتیم در یکی از واخوری ها یک معلم خیست و گفت که همین روز برای من بهترین روز خوشبختترین روز است که من با مؤلف کتاب بوی مادر شناس شدم، از نزدیک اون کس رو دیدم. گفتم معلم جان اما کتاب شما از کجا دسترس کردید؟ گفتن که کاروان کتاب شد و ما از همونجا خریداری کردیم. بینید که برای نویسنده شاعر از این لحظه خرسنده تر نیست. کتاب های زیاد چاپ شدن، کتاب های کودکانه گپ در سری آن که پهن کردنشان دشوار. ما مخصوص برای تامین کردن کتابخانه های مکتبی، ناحیوی، مرکزی، شهری همین ها یک نیت خوب پیش گرفتیم. ما یک نسخه یا دو نسخه از کتاب های خود حتما برای فروش پیشنهاد میکنیم. یکی متاسفانه هرچند که چند بار کوشش کردیم برای ریاست معارف شهر دوشنبه فکر ما را به نظر نگرفتن، یعنی نادیده گرفتن و در نهایت من گفتم میتوانم امروز با دل پر که در کتابخانه های شهر دوشنبه کم هستند. کتاب های استقبال، کتاب هایی که 120 نفر شاعر و نویسنده های تاجیک ما با صفت عالی کتاب هاشون چاپ کردیم. نشریات ادبیات بچگانه کتابی با خانه میمون اومدی محمد غویب، باغ مامای انگور بزرگ صابر، یعنی که شاعرانی که برای کلانسال ها می نوشتن اونها هم با نوشتن برای خردسالان نوشتن رو سر کردن. من کتاب علیم خان اسمتی کبوترک رو همتون میدونید نشریات ادبیات بچگانه به تب رسانده است. مجید سلیم که درباره حیوان ها می نویسد، یعنی مهر و محبت نسبت به حیوان ها هم جانزاد هستند. لانه موسچه ها، من مراد علی صابر، قله ها، جوره هاشمی، چرا شمالک وزید. در تقویت سخنان شما من ذکر کردن هستم که معلم عزیز در آن نظر هستند که هر یک نفر میخواد که کتاب شخصی خود را داشته باشد. این خوب است که معلمان ما امروز در مؤسسه‌های تعلیمی روانه میکنند خواننده را به مطالعه اثرهای بدیعی و در ادامه این برنامه سوژه آماده پخش است. بینندگان عزیز، حاضرین گرامی، با هم تماشا میکنیم، بعداً صحبت را ادامه میدیم. در زمان کنونی نقش و موقع ادبیات بچگانه در انکشاف نطق و جهانبینی نسل نورس مقامی خاصه دارد. محض مطالعه اثرهای بدیعی و به ویژه بچگانه مکتب بچگان را غذای معنوی می‌دهد و دانششان را مکمل می‌سازد. لیکن مشاهده ها به نظر می‌رسد که در 5 سال اخیر فضای همین گونه ادبیات در جامعه امروزی ما خالی مانده است. با مقصد آگاهی پیدا نمودن از وضع مذکور در سال روان گروه ایجادی ضرور شمارید که رو به نشریات‌های عمل کننده در این سمت رود. یکی از چنین مؤسسه‌ها این مؤسسه نشریوی ادبیات بچگانه دانسته می شود. این نشریات که خود مبلغ گذار است در سال 2018 4 اثر مکتب کهنه صدرالدین عینی با تعداد 5000 نسخه عبارت از 47 صفحه پووستی یتیم و احمد دیوبند را با چنین نسخه روی چاپ آورده است. مسئولین ابراز می‌دارند که بستان سعدی شیرازی سال روان با تعداد 1125 نسخه
نسخه چاپ گردیده است. همچنین از این نشریات به ما اطلاع داده شد که از حساب مبلغ‌های ایلوگی 4 اثر دیگر روی چاپ آورده شده است. با سوالیانی که چرا اثرهای بدیعی در سال 2018 نهایت کم روی چاپ آمدند، مسئولین از نرسیدن مبلغ‌های ضروری یادآور شدند. دیگر مؤسسه این تشکیلات جمعیتی بین‌المللی استقبال می‌باشد که این نشریات نیز برای کودکان و نورسان اثر چاپ می‌کنند. تشکیلات جمعیتی بین‌المللی استقبال در سال 2018 که من با آخر میرسد به نزدیکی، خب کتاب‌های زیادی به نقشه گرفته بود. از جمله 100 کتاب به نقشه گرفته بودیم. از این کتاب‌ها 60 تای آنها آماده شدند برای چاپ، الکی نقاشی شدند، الکی خب تیار دیزاین آرایش همه آنها، یعنی که کتاب برای چاپ آماده است و ما توانستیم از این 60 کتابی که ما آماده کردیم 10 کتاب تازه نشر و خب به دست خواننده ها برسانیم امسال. و این کتاب های بودن که هم از کتاب استعدادهای جوان ما، هم از شاعر و نویسندگان ما، هم از ترجمه ها و ژانرهای گوناگونی که برای کودکای ما امروز از افسانه تا بازی و چیستان و زودیابک و اینها در کار است. مسئولین استقبال ذکر داشتند که 10 اثر چاپ گردیده واقعا برای کودکان و نورسان ضرورند و باید ما ناوابسته از مشکلات راهی حل این مسائل را یابیم. مشکلات دیگر این نپرداختن سریعی مبلغ کتاب‌ها از جانب شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها دانسته می‌شود. چرا ما نتوانستیم؟ مسئله اساسی این به همه معلوم مبلغ است، لیکن ما از بس که با قرض‌های کردیتی کار میکنیم، فقط از بانک قرض میگیریم، بعدی که ما کتاب‌ها را برای تامین کتابخانه‌های مکتبی، کتابخانه‌های دهات، کتابخانه‌های ناحیوی، مرکزی، ولایتی، همونجا یک نسخه 2 نسخه دسترس میکنیم. مشکلات آن شد که امروز هم مبلغ‌های ما بر نمیگردانند. 4-5 سال شده است که بعضی ناحیه ها این مبلغ رو ندادن به ما، مثلا ناحیه های رشت، خوب لخش، کلاب. چون در مؤسسه نشریه ادیب نیز شعبه مخصوص در این سمت عمل میکند، ما خواستیم محصول ایجاد این نشریات را در سال روان مورد نظر قرار داده باشیم. از مشاهده ها عیان گردید که همگی 3 اثر برای بچه ها این نشریات چاپ نموده است. طی سال روان چند کتاب برای بچه ها به نشر رسید. از جمله کتاب دوستی بهترین نام نویسنده و شاعره بچه ها محبوبه نعمت‌ها به نشر رسید که خیلی با آرایش خوب و صفت بلند نشر گردیده است و خوانندگان جوان این کتاب را با خوشی پذیرفتند، قبول کردند. این چنین کتاب نویسنده بچه ها گلچهره محمدی و با نام دنیای بچه ها با تیراژ کلان و با آرایش خوب نشر شد که فکر میکنم این کتاب نیز برای بچه ها مقبول خواهد بود. همچنین در دست نشر یک سلسله کتاب های دیگر وجود دارند که در روزهای نزدیک به نشر میرسند و به دسترس خواننده های جوان خواهند رسید. کارمندان این نشریات نیز از نرسیدن مبلغ یادآور شدند. با سوال آنه که امکان نیست که از گردش مبلغ کتاب ها باز اثر چاپ کنه، چنین پاسخ گرفته: با بعضی مشکلاتی که امروز وجود دارد ما نمیتوانیم تمام اثرهایی که به نقشه نشریات شامل گردیده است آنها را به نشر رسانیم، زیرا با سبب های آنکه نه در همه ناحیه و دهه های کلان مغازه های کتاب وجود دارند، کتاب ها را به ناحیه ها رسانیم، به دسترس خواننده رسانیم. وقتی کتاب به دسترس خواننده نمی رسد و به سودا نمی رود، نمی تواند که مبلغ خود را روپوش کند. خوب مشکلات زیاد در ساحه طبع و نشر کتاب امروز وجود دارند و از همه مهمش این که
агар китобро хонанда харидорӣ кунад, мушкилоти дигар нахоҳад монд. ёдрас мешавем ки мақсад аз пайгирии мавзӯи мазкур барои мондани чопи мунтазами адабиёти бачагона дар кишвар ва дониши амиқ гирифтани хонандагон асту бас. матраҳи самтҳои дигари масоил вогузор карда мешавад ба салоҳияти коршиносон дар барнома. хуб, ҳозирини гиромӣ, қисман вазъи масъалаи чопи адабиёти бачагона дар соли 2018 дар сужа қайд карда шуд. мехостем ибрози назари шуморо мехоҳем фаҳмида бошем. агар мо аз рӯзи таъсиси ки соли 2011 ин муассиса, ин нашриёти бачагона таъсис ёфтааст, кору фаъолияташро агар дида бароем, мо бо итминони комил ҷавоб медиҳем ки то ин муддат дар чопи асарҳои бачагона ва таъмин намудани насли наврас ҷавон ба китобҳои бадеӣ, махсус ба китобхонаҳои мактаб, яъне муассисаҳои таҳсилоти муайянаи умумӣ хизматҳои муносиб кардааст. барои мисол, дар соли 2015 нашриёти адабиёти бачагона 22 номгӯи китобро ба таб расонида, ҳамаи ин китобҳоро ба миқдори 2-3 ҳазор нусхагӣ ба китобхонаҳои мактаби ҷумҳурӣ дастрас кунонид. дар соли 2017 барои мисол, тибқи барномаи хониши босифат 35 номгӯи китоб ба миқдори 58 ҳазор нусха ба таб расонида шуда, ба китобхонаҳои мактаби ҷумҳурӣ ба тариқи ройгон дода шуданд. адабиёти бачагона вобаста ба синну сол ва зеҳни кӯдак адабиётҳои кӯдаконаро таҳия ва омода менамояд. имрӯз аз ҷиҳати мазмуну муттаво нашриёти адабиёти бачагона ана ҳамин насли ҷавон навраси ҷумҳуриро ба адабиётҳои бадеӣ таъмин карда метавонад, аммо аз ҷиҳати теъдод на. барои чӣ? барои он ки имрӯз тибқи ҳисоботҳои оморӣ дар ҷумҳурӣ 1,870,000 кӯдакону наврасон ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва чопи асарҳое ки хело ҳам дар муқобили ин қадар хонанда теъдодашон кам аст, мо ғизои маънавӣ пурра дода наметавонем. бояд ки дар ин самт, дар ин ҷода ҳоли мо бисёр корҳо ҳам карда бошем, қаноатманд нестем. бо корҳои зиёдеро барои насли ҷавону навраси худ бояд мо роҳандозӣ ва боз кор барем. албатта ҳамасола тибқи барномаи рушди фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кӯмаку дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон анамун чопи силсилаи китобхонаи мактаб баро монда шудааст ва анамун китобҳо тибқи консепсияи мактаби миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, нашриёти адабиёти бачагона бо пешниҳод ва тасдиқи шӯрои адабии вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баъд китобҳоро ба таб мерасонад. дар соли 2018 аз китобдорҳо ба мо муроҷиат карда буданд ки мактаби кӯна, аҳмади девбанд ва повести ятим кам ба назар мерасад. мо ҳам тасмим гирифтем дар нақша анамун асарҳои Садри Наинира гузоштем ва инҳо ба миқдори 5000 нусхагӣ мо мондем. аҳмади девбанд 5000, повести ятим 5000 ва мактаби кӯна 5000. бустони Саъдии Шерозӣ бошад ба миқдори 1125 нусха, ки дар маҷмӯъ дар соли 2018 16125 нусха китобро дар бар мегирад. гап сари он меравад ки мо метавонистем ки номгӯи китобҳоро зиёд кунем, валекин бо чопи 300 нусха мо ҳатто 20 китобхонаи мактабро пур карда наметавонистем. бинобар сабаби ҳамин мо ҳам шумораро ки вақте ки зиёд кардем, арзиши китоб ҳам баъд поён рафт. мактаби кӯна ба нархи 4 сомонӣ афтид ва повести ятим ба нархи 12 сомонӣ ва аҳмад девбанд 3 сомонию 50 дирҳам, ки то ки ба ҳама хонандагони насли навраси ҷавони мо ин дастрас бошад. ташаккур, саломат бошед. марҳамат муаллими азиз. дар
سوژه قید کردید از قرضهای بانکی، اونی که کتاب گرفتند و مبلغ را نمیفرستند. این در حالی است که اگر ما مشاهده کرده باشیم در مؤسسه‌های تعلیمی ما و شما فرزند داریم، اگر از همون کتاب‌های فنی گوییم یا که بدیهی گوییم، هر اون خواننده که مثلا کتاب را بر دست گرفت حتما پگاهی دیگر مبلغ آن را میارد به کتابدار مؤسسه میسپرد یا که به آن نفری که مسئول است میسپرد. شما چی نظر دارید؟ مرحمت کدام شهر ناحیه بودن شما اکنون امکان دارید از همین منبری بلندی اندیشه فکری خود را ابراز داشته باشید؟ وقتی که جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان در واخوریشان با زیایای ملت اونجا مخصوص من هر سال اشتراک میکنم در این ملاقات ها، مخصوص قید کردم این 2 سال پیش بود، یعنی برای کودکان در باب تب و نشر باید شما کتاب بهترین پیشنهاد کنید که کودک ما خواند. کتاب خوب باشد، کتاب زیبا باشد، کتاب رنگلا. و از همون من نیت کردم که هرچند دشوار بود در اون سالها، خیلی دشوار، همین تشکیلات استقبال ما تأسیس دادیم و شروع کردیم با قرض. نخستین کتابی که من با قرض چاپ کردم این کتاب گلچهره سلیمانی بود. اینجا یک نظر من صورت دیدم، لاله های دستی من نمیدونم از کدام نشریاتی بود، متاسفانه مانند نبود با کتاب ما. من گفتنی هستم که وقتی که ما کتاب های زیبا برآوردیم، کتاب های خوب برآوردیم تا امروز من شماره تعداد چاپ آنها به 1,700,000 نسخه رسیده، یعنی از 300 نامه کتاب که ما چاپ کردیم. و ما یک چیز رو گفتنی که من در سال 2018 از بس که ما میتونستیم همون 60 کتابی آماده کردگی خود ما تیار کنیم، ولی بانک همگی من یک خانه به بانک گذاشتگی، گراو بانکی به کفالت گذاشتگی، مبلغی که اون بانک میتهد برای چاپ اینقدر کتاب کفایگی نمیکند. همگی برای فرض کردیم برای 5 کتاب، برای 4 کتاب. اگر که ما از مبلغ فروش کتاب خودمو میتوانستیم، یعنی در گردش اون مبلغ رو به دست آوریم، من الکی امروز با باوری گفتم میتونم که تعداد کتاب چاپ کرده استقبال از میلیون ها میگذشت. درست. یعنی اون همون 2 نسخه کتاب، یعنی بعد از همون ملاقات من نیت کردم که تمامی تامین کردن کتابخانه های کشور به حصه گذارم و بود همین نیتی ما که از 5,000 سر کردیم. یک کتاب 5,000 نسخه، این کمترین با نظر داشتی آن که در جمهوری ما 4,000 کتابخانه های و هستن، ناحیوی و جمهوریوی و مکتبی، با همین صلاحیت. یعنی بعدا ما تا 20,000 تا 10,000 نسخه کتاب چاپ میکردیم که این علاقه، یعنی برای تامین کردن خوب بگیم میتوانستیم. ولی متاسفانه خیلی که اینجا قید کردم چرا مبلغ ها سپریده نمیشوند، چرا وقتی که از وزارت معارف کتاب ها برده میشوند مبلغ آنها پرداخت نمیشد، لیکن مبلغ های کتاب ما پرداخته نمیشود. تا امروز من 4-5 سالی هست که بسیاری ناحیه ها قرضدار هستند، از ولایت سوخت هم هستند. خوب در سال 2006 ما و 10 ناحیه دورترین ناحیه ها، خوالین، پنج، شهرستان، پنجکین، اونچی، اون طرف ناحیه هایی که خوالین، مومن آباد هم سرحد هستند و دورتر هستند و اونجا مراجعت کردیم مسجد کوهی. لیکن ببینید که تا امروز از همون سال هم هنوزم مبلغ ها برگردونده نشدن. بعد اون هم ما برای چی هرچند قرضم باشه دسترس کردیم که خواننده ها از همین بهره گیرن. وقتی که ما کتاب برآوردیم باید کتاب به دست خواننده رسد، به دست صاحب کتاب رسد. اینا برای بعد از همین هم باز با قرض‌های دیگر باز دسترس نمودیم. ولی این سالی 3-4 سال پیشتر بود، سال 2015 و 2014 و ناحیه‌های شهر توس، دمغره، ووسه، خوب با بسیار ناحیه رشت، لخش، یعنی که ولایت ختلان پوره دسترس نمودیم. بسیاری هاشون مبلغای سپریدن. من میتونم بگم که ناحیه دنغره مراتب 3 از ما کتاب میگیرن و ببینید خواننده های آنها چقدر فعال هستند امروز در آزمون ها، در المپیاده ها اشتراک میکنن. چرا؟ چون که اینقدر کتاب زیاد خواندن. کمتر از 300 نامگوی کتاب ها، نامگوی من در نظر دارم، در کتابخانه آنها محفوظ است.
کردیم شما نیز در اینجا قید کردید که هر اون مشکلاتی که هست، مشکلات مالی است، دیگر مشکلات است، ما با این در اینجا نمیستیم و با هر راه اصول ها ما چاپ میکنیم ادبیات بچگان رو. امروز مسئولین شهر و ناحیه خواهند نخواهند دسترس میکنیم به خواننده عزیز خود و اینجا میخواستیم وابسته به فعالیت امروزی نشریات ادیب صحبت کرده باشیم. معلم عزیز که امروز به حیث مدیر شعبه، به حیث یک مسئول انمین نشریات در برنامه اشتراک کرده استادند. تا جایی که ما آگاهی داریم در سال 2017 یک اثرشان با نام افسانه طاووس غالب آزمون کتابی شده بود. از این میخواستیم شروع کنیم و بعدا به تحلیل مسائل امروزه گذارید. مرحبا. از سوژه و برآمد کارشناسان معلوم شد که همه مشکلی در همون مبلغ است. لیکن من دیگر چیز رو گفتنیم، همین بچه هایی که در اینجا نشستن که دونن که مبلغ چی است، از کجا است. ما باید خوزی در بوره به فکر من اون شخصانی که باید این کارو کنن علکش شنیدن، اما بچه باید خوزی در بوره ذوق کتاب، در بوره ارویشات کتاب، در بوره همین کتاب من افسانه طاووس با تعداد 5000 نسخه چاپ شد، به صورت معارف چاپ کردن. البته به دست هر یک خواننده نرسید، چون که میدونید که قریب 2 میلیون خواننده داریم، 5000 نسخه. من فکر میکنم که هر یک ادیب میکشد، از اون جمله من هم میکشم که با واسطه همین اثرهایم در ضمیر دل انمین بچه‌های زیبا و خوشرویک واسه وقتی مالیه گفتن پول گفتن همینقدر زیق شد دخترک، همینقدر اوخی نه گناهگار نیستن که درست است. تشکیلات هایی که باید این کارو کنن، باید انمون ها این کارو کنن. حوزه در بوره کتاب ها باید گپ زنیم، در بوره ذوق شما گپ زنیم. من چی گفتنیم؟ من میخوام که با واسطه همین اثرها من اول حکایه می نوشتم، پویس می نوشتم، رمان نوشتم، رو برای چی با ادبیات بچگانه آوردم. فهمیدم که شما نیاز دارید که کتاب های بچگانه زیاد شود. وقتی که من سر کردم به نوشتن کتاب بچگانه، باور کنید چنان مشکلی بود برای من، برای بچه نوشتن، بچه شدن در کار، فکر شما رو گرفتن در کار. از نبیرم میپرسم تو چه خیل میخوایی، در باره چی میخوایی. هر یک فکر کودک رو گرفته بعد آغاز کردم. برای نوشتن کتاب بچگانه من کله و دیمنه رو خوندم، به ادبیات کلاسیک رو آوردم، کتاب بهارستان جامی رو خوندم، به ادبیات غرب رو آوردم، به ادبیات روس رو آوردم، مثل‌های کریلوف رو خوندم. بعد سر کردم و فهمیدم که مشکل بود است برای شما نوشتن، چون که هر یک جمله که ما می نوشتیم، مثال در رمان 14 درون 3-4 جمله ساده رو یک کرده یک جمله مرکب عینگی می نوشتیم. نه، برای شما 3 کلمه یک جمله باید باشد. همین چیز رو فهمیدیم و نوشتم و وقتی که از بچه ها می پرسیدم که چه خیل است، اونها هر یک حکایه من رو وقتی که صحبت و بعد چاپ شدن کتاب شد همین خیلی نقل کردن که من باور کنید میخوام شب و روز برای شما نویسم. اون مشکلات رو شما فکر نکنید، اینجا شما گناهگار نیستید. وقتی من به نزدیک سن پتربورگ رفتم به نبیره ها، وقتی که ورق زدم در همونجا کتابو، همینقدر افسوس خوردم چی بچهای ما چه گناه دارن که همین کتاب رو در دست ندارن. بچه وقتی که کتاب رو میکشوید از اون کتاب سیاه و سفید دلگیر میشود. مشکلات در اون است که کتاب رنگت مبلغ زیاد رو طلب میکنه، اما رسم خودش گویا است. وقتی رسم رو میبیند این مادر ایستاده است، این پرنده چرا، طاووس رو میبیند که روباه او رو پیش کرده ایستاده است، چرا کنی من خونم بعد متن رو میخوند. برای همین نشریات های امروز وظیفه دارن، از اون جمله من هم مدیر شعبه ادبیات بچگانه هستم، که ذوق شما رو به نظر گرفته و به واسطه همین اثرهایمون در دل شما، در ضمیر دل شما مهر و محبت کنیم، محبت به میهن، محبت به والدین، محبت به اون مقدساتی که ما داریم، با اون زیبایی های دیاری که ما داریم. من بسیار میخوام که در باره کتاب ها گپ زنیم، در باره افسانه ها گپ زنیم. تشکر، بسیار سخنان نغز گفتید.
در اینجا چنانی که ذکر کردید، چنانی که معلم عزیز ذکر کردند، چنانی که معلم محترم ذکر کردند، امروز جهانبینی دید شورناکی نسل نورس ما پیش رفته است. اکنون میخواهد که کتاب ها عالی باشند، رنگه باشند، گوناگون باشند. از طب و ذوق گفتید، از محیط ادبی خوانندگان اینجا ذکر کردید. اکنون یک سوال دیگر همین گونه میشود که شما زمامان وقت امروزه به قول در همون ساختارتان، در همین کارگاهتان، باری هم رفتید پشت در مؤسسه تعلیمی، باری هم با خوانندگان هم صحبت شدید، روز و نیازی آنها رو شنیدید، خواستید که چی میخواهند و چی شما چاپ کنید؟ به هر یک مکتبی که میرفتیم البته از اونها سوال میکردیم که چی میخواهید. اونها همه میگفتن کتابی رنگه، کتابی صورتدار. ما با صنف‌های بالوینی با بچه‌ها هم صحبت شدیم. وقتی که من اکنون سالش رو گیم هم قدر سالی درازی است که 40 سال پیش بود، معلمه بودم، طلبه‌ها را گرفتم مسکو بردم برای تماشا. هر بیگم میپرسیدم بچه‌ها شما چی چیز دیدید در مسکو که در مون نیست؟ معلمه ما دیدیم که در مترو همه کتاب در دست میخونن. ببینید همین چیز برای بچه ما هیچ وقت ندیده است که در اتوبوس یگان کس کتاب خوند. این چیز ما گفتم همین چیز رو وقتی که مکتب رفتیم شما از دیدگی ها گپ میزنید، در دیگر صنف‌ها اونها رو ما وابسته کردیم و هم دیدگیشون را گفتن. یگانه چیزی که اونها رو در حیرت مونده است همه پیر و برنو در دست کتاب میخونند. بله. این باعث تشویقات است. ما چرا نگوییم که در دیگر جا همین چیزا میکنند؟ مونی کردن در کار، گفتن در کار. بله درست است. تشکر. اینجا از مشکلات گفتیم، پیشروی گفتیم، رشد و انکشاف و وضع همین مسائل گفتیم. در نهایت کار همه زحمت های ما و شما، تهیه همین برنامه، چاپ ادبیات های منتظم شما در زمان 27 سال استقلالیت، زحمت و تلاش مقصد یک است، اون هم باشد روی دست آوردن کتاب ادبی از جانب نسل نورس که امروز با حضور مبارکشون در برنامه ما اشتراک دارن. اکنون شما سخن کردید، من سخن کردم، اینها گوش کردن و نوبت رو میدیم به اینها، به آموزگارانشون، به خوانندگان و میخواستیم کمی صحبت کرده باشیم به اونی که امروز چی میخوان، کدام کتاب ها رو خوندن. کتاب خود یک گنج بی‌بهاست و ما باید از کتاب ها بیشتر استفاده بریم. نه در وقت های خالیگیمان از کتاب استفاده بریم، بلکه وقت های پرقیمت خود را برای دانش خودمان یعنی استفاده بریم. من کتاب های صبح جوانی ما ساتی ملوغزاده، کتابی بعد از سری پدر عبدالحمید صمد، 7 پیکر نظامی گنجوی، ورق سنگ لایق شیرالی، مکتب کهنه صدرالدین عینی، مرگ سودخور صدرالدین عینی و دیگر کتاب‌ها را مطالعه نمودم و به خودم غذای معنوی گرفتم. کتاب برای ما یگانه و بهترین گنجینه می باشد که ما می توانیم با آن غذای معنوی خود را زیاد نماییم و ما از آن خوشبخت هستیم که امروز ما در زیر سایه صلح و وحدت، در زیر لیوای دوستی زندگی میکنیم و پیشوای معظم داریم که برای ما نسل نورس تمامی شرایط ها را برای ما مهیا نموده است که ما تمامی چیزهای لازمه خود را می توانیم که دسترس نماییم. ببینید که در زمانهای پیشتر نه کتابخانه ها بودند و نه کتاب‌های رنگی و مثلا کتاب‌های خوبه که میتوانستند آنها خوانندگان پیشتره مطالعه نمایند. اما امروز ما خوشبختی ما در آن است که ما چندین کتابخانه ها داریم. قریب در تمام محله ها، در تمام شهرها کتابخانه ها دیده می شوند که ما می توانیم که کتاب های دوست داشته خود را گرفته مطالعه نماییم. تشکر زیاد به تمام نشریه هایی که به ما کتاب ها را پیشنهاد میکنند، به ما خوانندگان، به استادانمان که به ما کتاب ها را توصیه می نمایند، به کتابخانه هایی که بنا کردن و اولا تشکر زیاد به جناب عالی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان که چنین کتابخانه های زیبا و زمانوی را برای ما جوانان و نسل نورس بنا نمودند. تشکر برای شما نیز برای آمدنتان. خوب، من به شما سوال دارم. اکنون شما توصیه های خوب دادید به همسالانتان، کدام کتاب ها را در سال 2018 مطالعه کردید؟ آخرین کتابی مطالعه نموده من این داخونده بود که اثر صدرالدین عینی می باشد. من آن را آخرین مرتبه آن را مطالعه نموده بودم و حاضر من کتاب را در دست گرفتم که این کتاب از اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یعنی تاجیکان در آینه تاریخ می باشد. می خواهم که آن را مطالعه نمایم که برای هر یک فرد جوان، برای هر یک فرد وطن دوست و شخص اصیلزاده این دانستن تاریخ خود، تاریخ کشور خود خیلی مهمه باشد. می خواهم که آن را مطالعه نمایم. من خواننده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 می باشم. تشکر.
اینجا شما مراغ ظاهر کردید، چنانی که ذکر کردن حاضرین عزیز، با کتاب‌های رنگه. سالهای پیش کتابخانه‌ها بودن، کتاب‌ها بودن، لیکن شرایط و امکانات اینقدر به ما خوب نبود. کتاب‌های رنگه کمتر بودن. صنف 1 تا صنف 6 7 کدام کتاب‌های باید خوانند؟ برای تفکر اینو، برای ذهن اینو کدام کتاب‌ها موافق است؟ این کتاب‌های کودکانه است. اینا برامین خب من کتاب نوترینه که من امروز از چاپ برآمد، من برای شما اینجا آوردم که نشان دهم این کتاب من است. این الفبای زودآموز نام دارد. از این پیشتر الفبای خودآموز بود و شاید معلم‌های مکتب ابتدایی دانند آن را و در مغازه‌ها خودی وزارت معارف خریداری کرده بود این کتاب از استقبال و پهن کرده بودن. یعنی که ببینید که اینجا خب این کتاب رنگه که میگوییم چرا ذوق کودک باید که این کتاب باشد، یعنی هر یک حرف اینجا امروزه کودک ما فریب کردن دشوار است و اونقدر ذکی است که وای میکوبد اصلا حرفا خب وای های دیگر هر یک حرف مثلا صورت دیگر میکوبد، میخواهد داند که در ترکیب کدام کلمه با یک حرف است. ولی رسام اینجا اساسا خدمت رسام اون است که وای بجز اون که در متن کدام کلمه ها است، باز کلمه های دیگر اینجا معلمه صنف ابتدایی اینجا نشستن میدونن، یعنی باز در کدام کلمه ها حرف را یافته ممکن بررسی کشیده شده است. بنابراین وقتی که کتاب های کودکانه میگوید و رنگه میگوید و میخوانید باید شما خوب درک کنید که اول مؤلف آن کی است. آیا شما میدانید که کدام شاعر و نویسنده های تاجیک برای شما می نویسند؟ خب نامبر کنید کنید. یکی از این شاعرها این عزیز می باشد که این نویسهش 10 سامانی می باشد نام اثرش. باز از امینجان شکوهی خوندم. امینجان شکوهی بله. اکبر شریفی، ملیکه ملیکووا، صدرالدین عینی. امروز معلمه های شما کدام کتاب ها رو توصیه دادن وقتی که در ادبیات تاجیک امروز از اساسگذار ادبیات خوب معاصر تاجیک سر کرده صدرالدین عینی دویم چقدر دهاتی لاهوتی. اگر ما امروز با کتاب رو آوردن خواهیم، اول مسئولیت خاندان گویا که پدر یا مادر باید باشد که حاضر کودکی که نو به گپ در اومد باید که ما با همونها اولیاتیم. اینا بینید که برای چه حاضر معلمه گفتن که من مسکو رفتم، خوانندگان حیران شدن که کلان و یاش و پیر همه که در دست کتابن، برای اینکه از علی مادر و وقتی که کودک خوب میکند کودک با وی افسانه میخوند. از طریق خودش گفته میتید کودک علاقه از سین خوردی که در خانه بود و در وقتی بخچه بود کودک علاقه به مغزی سری که وی خالی است و در اونجا با همین خواندن کتاب و با خواندن علی و با خواندن افسانه ها مغزی سری کودک رو پر میکنند و کودک تا به وایه میرسد علاقه فقط میتواند رو به کتاب بیارد و کتاب خواند و یک چیز رو آموزد. انگشتمور هستیم که در وقتی خوابیدن کودک ما کتاب خوانیم با کودکان از خوردی با آنها آموزانیم. اگر کودک مغز سرش رو با خوندن کتاب و با ما سخنهای شیرین اگر پر کرده باشیم، اگر کودک به دیگر راههای بی‌راهگری بی فایده کافه اینترنت ها می روند، خود وقتی بیکاری خودشون آنها با کتابخانه رو میبرن، با کتابخانه رو میبرن. البته در کتابخانه ها پر از کتاب است. مثال من همین سال در 2018 کتابخانه ما 1100 کتابی بچگانه قبول کرد. کتابی که 1100 دانه کتابایی که چخیل با صفت بلند چاپ شده است، با صورت‌های رنگه، با خطای خوشرو. طلبه ها ما توصیه میتیم میدرویند میخوانند، لیکن افسوس که آنها که یک تشه خوانند یک تشه از خاطر میبرورند. همین قدر مصلحت میتیم مثال توصیه میدهیم برای اون که آنها از خانه خود از عائله خود همین چیز رو بسیار نخوندن. تشکر. یعنی شما در اون نظرت که برای مطالعه همین اثرهای بدیعی، برای غذای معنوی گرفتن
دو جانبه باشد. محک اساسی را شما در دو جانب می‌بینید. این هم باشد پرزور نمودن مسئولیت پدر و مادر و در راستا در تقویت سخنان شما گفتنی هستم که نشریات استقبال یا که تشکیلات جمعیتی بین الملل استقبال تا جایی که ما آگاه داریم برای کودکان سنی تا مکتبی هم مواد دارد، مواد چاپ میکند. درست هم قید کردید. باید که اکنون از سال 2011 گفتیم مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قانون برآمد. باید که پدر و مادران ما برای فرزندان خود بکنند، برای آنهایی میکنند که در آینده آنها رو نگاه بین میکنند. محض همین فرزند غذای معنوی فرزند رو باید پدر و مادر از خوردی پر کنند. مرحمت معلم. پدر و مادرانی هستند امروز که در حقیقت این مسئولیت حس میکنند و مثالش برای میبیارم با شما. همین سال ما با مناسبت 27 سالگی استقلالیت تاجیکستان تخفیف اعلام کردیم نرخ کتاب‌ها، یعنی 50% ارزان کردیم و بسیار پدر و مادرای با آمدن که همراه فرزندشان بودن، یعنی کودکای آنها همراهشان بود و آنها کتاب انتخاب کردن و باور میکنید من این حالا میگویم راست است. وقتی که کودک کتاب‌های ما دید، همون نمونه کتاب‌ها در وی اینجا زیاد است، نمونه کتاب‌های دید، اوچه جان من اینش میخوام، من اینش میخوام. مادرش میگه نه اینش بهتر، اینش نه من اینو میخوام. یعنی که کودک علاقه ذوق خودش کردی همون کتاب انتخاب کرد. در نتیجه با جای 2-3 کتاب پدر و مادرایی که آمدن 10 کتاب 15 کتاب گرفتن از بس که نرخ خیلی ارزان بود. یعنی امروز آنها علاقه مسئولیت حس میکنن و باشد که همین گونه پدر و مادرای ما زیاد باشن، آخر وابسته و تقدیر فرزندشان است. همه آینده از همین کتاب است بهبودی زندگی. تشکر. مرحمت. مقصد از نمایش همین برنامه همین است که چطوره که معلمه محترمه لطافت که اینجا قید نمودن به دست خواننده دسترس شدن اون زحمت و مهنت شبانه روزی عالمانی همین ساحه بچگانه چطوره که استاد گلچهره قید نمودن ساده نویسی خیلی دشوار است. وقتی که هر یک کلمه مفهومش به خواننده دسترس، به خواننده خردسال در نظر دارم دسترس باشد و وقتی که همون خیلی که معلمه قید کردن وقتی که همین پدر و مادر خود با همراهی فرزند وقت می‌یابد و به مغازه کتاب می‌رود. همین طور نیست وقتی که معلم اون رو موظف می‌کند پدر و مادر رو که به تو سپارش است برای خود یک گنج به خود دریاب کنی، یعنی یک کتاب شخصی خودت رو داشته باش. و وقتی که معلم به نظر گرفتن البته که هم فروش کتاب ها با روی کار آورده شود و باز همون چه در اول قید کردن کار آنها ادامه یابد. من به هر 3 نفر کارشناسی که در اینجا خیلی صحبت جالب دایر کردن 27 سال سابقه کاری دارم، باری به اندیشه نرفته بودم که آن کتاب هایی که من به شاگردانم از کتابخانه مؤسسه، از کتابخانه گوشه کتاب های صنفم دسترس میکنم چقدر زحمت های زیاد داشته است. بار دیگر از نام اهل نشست و کل تماشابینان برای مهنت شما سری تعظیم فرود میارم. وقتی که چطوره که معلمه قید نمودن این زحمت خیلی بزرگ است. وقتی که چیزی رو که به عامه پیشکش می نماید اول دقت نظر همون مشتری رو میپرسید. معلمه خیلی خوب قید کردن که من از نبیره خودم پرسیدم که به تو چی جالب است. مقصد از تهیه همین نمایش من فکر میکنم اسمت الله چون است که همون کتاب های اثرهای بچگانه که با خوانندگان با همین طفلکان نسل نورس آینده ساز ملت پیشکش میگردد جالب باشد، خواندنی باب باشد و چخیلی که گفتید صحیفه های آن خیلی رنگه باشد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77 800 نامگوی کتاب های بچگانه موجود است و قرائتخانه علاهیده داریم. فکر میکنم راه کاری دیگر همین است که زیاد صحبت دایر نمودن با ادیبان، با نویسندگان، دایر نمودن محفل های بدیعی با همین طفلکان. وقتی که ما با همین نمایش وارد شدیم من آمدم با همین تالار و خوانندگان از چشماشون برق می‌درخشید وقتی که شما رو شناختن. همین کس معلمه لطافت هستن یا که معلمه گلچهره هستن. این خودش علاقه فکر میکنم از مطرح همین برنامه یک نور شعاع به آینده یعنی همین انیس کنج تنهایی
шӯлаи пошидан хаёл мекунам. ва минбаъд мо кӯшиш мекунем ки анамин дастрасии асарҳои бадеиро ба падару модар на он қадар зиёд ҳавола мекунем ва ҳафтае мо 1 ё 2 бор китоб мегирем. ман ҳамчун омӯзгор чӣ тавре ки устод Латофат ба ман идеал шуданд ки ман дар пеша мақсад мегузоштам ки зиёдтар нашр кунам. ман ки ба муассисаи худ баргаштам ба ҳамон 25 синфи ибтидоие ки дар он роҳбари иттиҳодияи методӣ ҳастам, теъдоди анамон муштарӣ мегӯем нафароне ки ба китобхонаи мактаб аъзо ҳастанд, онҳоро шуморашонро зиёд мекунем. ва боз анамон соатҳои дарсие ки ман дорам, ҳозир 345 нафар аз синфи 2 то 4 аъзо ҳастанд. кӯшиш мекунам ки анами шумораро иншоалло ба 500 нафар расонам. 700 нафар дорем. синфҳои якуми акнун нав дар навомӯз ҳастанд, алифборо хатм накарданд ва анамон меҳнати шумо иншоалло барабас нахоҳад рафт. ташаккур, саломат бошед. ва инҷо шумо қайд кардед, азм кардед, мақсад гузоштед, анамон мақсадҳои худро дар муассисаи таълимӣ пиёда мекунеду як суҳбати адабӣ ташкил мекунед бо ҳузури муаллимаҳои азиз, муаллими азиз, онҳое ки дар ин самт кор мекунанд. хониши асарҳои бадеӣ дар таълиму тарбияи фарзандони мо, шогирдони мо аҳамияти калон дорад. чунки китоб ба хонандагон, ба фарзандони мо як ғизои маънавӣ медиҳад. яки як ҷаҳони навро барои онҳо мекушояд. чунки онҳо тавассути китобҳои бадеӣ ба дунёи дигар, ба дунёи нав ворид мешаванд. инчунин захираи луғавии худро бою ғанӣ мегардонанд, сухандон мешаванд. ман ҳама вақт ба шогирдони худ тавсия медиҳам ки бештар китоби бадеӣ хонанд, чунки онҳо метавонанд ки озодона фикри худро дар ҳама ҷо баён карда тавонанд, нутқи онҳо равон шавад, буро шавад. ва инчунин гуфтаниам ки барои хонандагони хурдсоли мо албатта нақши китобҳои ранга, китобҳои суратдор хеле муҳим аст, чунки дар онҳо завқи бадеӣ, завқи эстетикиро бедор менамояд. на танҳо ба хондани китоб, инчунин барои расм кашидан ҳам ба онҳо як завқ дар дили кӯчаки онҳо бедор мешавад. завқи бадеиро нисбати китобхонӣ на танҳо омӯзгорон дар хонандагон, дар шогирдони худ бедор кунанд. инчунин ин вазифаи асосии падару модарон аст ки аз хурдӣ бояд дар ниҳоди фарзандони худ тавассути анама харидани китобҳои суратдору ранга, хониши китобҳои асарҳои бадеиро бедор намоянд. дар ин ҷо дуруст қайд намуданд. бале, дар дигар давлатҳо аллакай кӯдаконе ки то мактабӣ ҳастанд тавассути анамун китобҳои суратдору бадеӣ бисёр чизҳоро аллакай дар бораи бисёр ашёҳову чизҳо маълумот доранд, чунки завқи падару модар ба хониш, донишу донистани анамун фарзандошон хеле бисёр аст. афсус ки дар мо падару модарон нисбати ояндаи фарзандони худ камтар фикр мекунанд. муаллимаи азиз, инҷо шумо қайд кардед, меҳмонони гиромӣ қайд карданд, мо қайд кардем. то ба имрӯз масалан муассисаи таълими тарбияи фарзандро бар дӯши волидайн мемонад. волидайн ба омӯзгор, омӯзгор ба васоити ахбори омма, ба муҳит ҷомеа ва дар ҳама ин сохторҳо мо шумо кор мекунем. мо шумо дар як навбат омӯзгор ҳастем, дар навбати дигар падару модар ҳастем, дар навбати дигар дар васоити ахбори омма кор мекунем ва дигар ниҳодҳое ки имрӯз фаъолият мекунанд. акнун вақти он расидааст ки ҳамаи мо сарҷам аз як гиребон сар барорем, чуноки ки инҷо хонандаи муассисаи таълимӣ гуфтанд, мо пайравони пешвои миллатем ва бояд ки мо тавонем ва марҳамат андешаҳои охирини шуморо дар барномаи навбатӣ чӣ бояд кард мехоҳем шунида бошем ки то кадом андоза мавзӯе ки имрӯз матраҳ карда шуд, то кадом андоза мавзӯе ки имрӯз мавриди зеҳни шумо қарор дода шуд қобили қабул буд ва зарур буд ва шумо омадеду ибрози назар кардед. дар яке аз мулоқотҳо бо аҳли соҳаи маориф, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Рамон иброз дошта буданд ки устувории пояи ҳар миллат аз насли наврасаш вобаста аст ва миллате ки ба насли навраси худ аҳамият намедиҳад, оянда надорад. дар бораи тарбия мо гап мезанем, сатҳи аввал ин заминаи тарбия аст. агар мо мисоли аёнӣ биёрем, дар ҳамин се марҳилаи аз 3 то 7, аз 7 то 12 вобаста ҳамун ба хусусиятҳои синнисолии кӯдакро агар байнобат гирифта мо асар эҷод кунем,
میبینیم که در اوشونه یکم با در مثال همین ایونی بیاریم با اوشونه یکم و دیم سیوم با اوشونه یکم غذای مادی و غذای معنوی میدراید. اگر که کودک از کودکی غذای مادی نگیرد جسماً سالم نمیبراید. لیکن اگر غذای معنوی نگیرد در مثال ان همون ادبیات‌های کودکانه از جهت روحی معنوی خوب تشکل نمی‌یابد. و درباره اوشونه دوم و سوم گفته گذاشتن ما درباره فرهنگ گپ میزنیم و آینده همین شخصیت‌ها که چخیل میشوند و اگر همین مرحله ها رو سطح ها رو اوشون ها رو ما همین اوشون یکم رو خالی گذاشتیم به اهمیتی کردیم البته این علاقه فهم آنها خالی میموند. بنابر سبب همین ما در منبع هم کوشش به خرج میدیم که باز همه قوای خود رو بر آن روانه نماییم، همه سفربر کنیم، همه متخصصان ساحه کتابداری که اثرهای پرمضمون رو تهیه و آماده نموده منبع برای نسل جوان و نورس جمهوری تاجیکستان که آینده جمعیت ما شما هستید، چون که ما پیر میشویم میرویم از دنیا ولیکن تقدیر خلق و ملت و وطن خود رو انا به شما نسل جوان و نورس عزیز میسپاریم. بنابر سبب همین در این سم با نظر داشت اون که کمبودی های جای دارن ما همیشه باید برای حل این کمبودی ها زحمت کشیم و کوشش کنیم که باز کارها رو خوبتر برامونیم. درست است که فعالیت پرثمر امروزه ما با آینده محض توسط چاپ همین ادبیات ها و درج میگرده در کتاب ها و نسل آینده آگاه میشوند محض به واسطه همین کتاب. یک چیز دیگر قید کردن قریب که فراموش کرده بودم، وقتی که در دل خوجو وقتی که صحبت درباره اونی که نسل نورس یعنی ذوق نسل نورس به کتابخوانی کم شده است، همه ابراز می‌دارن پدر و مادران که کتاب میخونن که ما کتاب‌ها رو ما میخریم که ما کتاب‌های ادبیاتی وطن، لیکن یعنی باید ما درک میکنیم و متخصصان همین ساحه که عموما پدر و مادران عزیز ما امروز همین ادبیات‌های بدیعی رو با کتاب‌های درسی آمیخته میکنن. فکر میکنن که در همون مکتب کتاب‌های درسی رو که گرفتن چی ادبیاتی وطن چی دیگر همون فن‌های دیگر رو خواندن به همین بسندگی میکنن، لیکن این طور نیست. ادبیات بدیعی چی ذوق استتیکی و روح معنوی انسان رو رشد و تکامل میدهد. من همین ادبیات‌های بچگانه کتاب هیچگاه قدر و قیمت خود رو گم نمیکند. بعد کتاب از جانب خریداران مشتریان کتاب یک بار خریداری کردن نمیشود. کتاب‌های درسی خریداری هاشون حتمی است. کتاب‌های بدیعی باشد در رف‌های همون کتابخانه مغازه‌ها میشود که یک کتاب 6 ماه میایستد، سالها میایستد که بعد خریداری خود رو پیدا کند. لیکن اگر من برای مثال گیریم کتاب‌های ما کتاب دو خونده رو که 39 سال به تب نرسیده بود به تب رسانیدیم، در برابر کتاب‌های 4 نامگوی کتاب سال 2018 به تب رسانیدیم کتاب روایت سعودی، صبح جوانی موی اولوغزاده و رومان غلامان سرنین رو به تب رسانیدیم. یعنی که وظیفه اساسی نشریات تهیه و آماده نمودن کتاب هست. چی باید کرد؟ اول ما حتما فرزندان خود خوانندگان خود رو دوست داشتن مادر. اول دوم اینها رو کتاب خوان کردن مادر. باید اینها کتاب خوانند. برای کتاب خوان کردن چی در کار؟ کتاب های بهترین چاپ کردن. چگونه کتاب ها برای کودکان کتاب های کودکان و برای آن که دیگر چی باید کرد؟ تعداد کتاب ها رو ما باید زیاد کنیم که دسترسی همه خوانندگان باشد. یعنی اگر نزدیک 2 میلیون حتی از 2 میلیون زیاد خواننده ها هستند. برای اینها رو خوب کتاب خوان کردن چی باید کرد؟ کتاب زیاد چاپ باید کرد. وقتی که ما زیاد کتاب چاپ میکنیم کتاب ارزان میشود و به همه خواننده ها دسترس میشود. بعد از این باز چی باید کرد؟ همین کارها رو همه کردن در کار، لیکن برای این کارها رو کردن چی باید کرد؟ ما باید یک دستگیر داشته باشیم، یک غمخوار داشته باشیم و این
من میدونم که تاجیکستان عزیز ما امروز قدرت پیدا کرده است که برای خواننده های خود، برای فرزندای ملت که فردا میراث بران ما هستند، تمام امکانات ها را فراهم آورده، کتاب های بهترین را در اساس استانداردهای بین المللی پیشنهاد کرده تواند. آن وقت کودک ما بسواد میشد، آن وقت کودک ما شخصیت میشد، آن وقت کودک ما افتخاری تاجیکستان میشود و میتواند همچون ستونی با اعتماد قصر ملت تاجیکستان عزیز را به دنیویان معرفی کنیم. یک سیر کردیم در عالم کتاب. از تولید کتاب آغاز کردیم. کتاب چخیل تیار می شود. مثال برای همین نویسنده گویا او فرزند است. هر یک کتاب من زیاد شدن میگویم فرزندان من زیاد شدن، چون فرزند از ضمیر دلی همون شاعری و نویسنده میبرد، بعد به دست نوشیران میافتد، به دست محرر میافتد، به دست رسام میافتد. درباره مشکلاتش گپ نمیزنیم. امروز ما و شما همین برنامه دیگر جا نمیدن فهمون که کتاب این دوست جانی بود است، انیس کنج تنهایی بود است. کتاب یک جوشن بود است برای شما. کتاب یار بود است که در وقت لازمه با او راز میگوی. کتاب مصلحتگر، نصیحتگر بود است و من آرزو دارم که شما کتاب را دوست دارید. من در اینجا دیدم که شما کتاب های زیادی رو که طول چند سال به تب نرسیده بودن بر شما آنها رو به تب رسوندید و من همچون یک خواننده مؤسسه تحصیلات میانه رقم 49 از شما خواهش داشتم که وقتی که من به کتابخانه مکتب وارد نشم، من از آنجا بسیارتر کتاب‌های عبید زاکانی، رساله دلکشا، کتاب سعدی شیرازی، بوستان و گلستان را مطالعه میکنم. در آنجا حکایه‌ها به طور خرد آورده شدن، اما بعضی از آنها که به طور همان لهجه همان وقت نوشته شدن کمی نافهمه میباشند، یعنی کمی مشکل فهم میباشند و بعضی از آنها رو من درک کرده توانستم. و من همچون یک خواننده کتاب دوست از شما خواهش داشتم که اگر امکانیت باشد رساله دلکشای عبید زاکانی و یا بوستان و یا گلستان سعدی شیرازی را به طور فهمو، به طور ساده اگر امکانیت باشد آنها را از نو روی چاپ می آوردید. بسیار کلمه های ارخیستی در کتاب های کلاسیکون استفاده برده می شود و کلمه های عربی زیاد هستند و با همین مقصد نشریات ادبیات بچگانه هم وقتی که حکایت های بوستان سعدی شیرازی رو میخواند خواننده مکتب، خیلی که معلمه گفتن با خصوصیت های سینسولی او مطابقت نمی کند و در فهم اون حتی کلمه ها رو برای اون فرهنگ گفتن در کار. برای همین ادبیات بچگانه من همین حکایت ها از بوستان سعدی شیرازی در بازگوی شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی در 10 نامگوی به تب رسانده است و همچنین در همین پرتو در برابر همین انمون چخیلی که اون دخترک گفتن چیستان‌های عزیز را هم من هم خیلی کردن. اینها وابسته به همین حکایت رو کوتاه کرده با رسم‌های رنگه وابسته به همون سخنانی که با فهمی همون کودک، یعنی کلمه‌ای که به جای کلمه ارسال استاد گلنظر کلدی روانش نبود میگوید و کودک این رو زود میفهمد که سخن درباره چی میره. تشکر، سلامت باشید. ما نیز با این خواننده که الکی در صنف‌های بالایی تحصیل میکنن توصیه میتیم که اکنون شما وقتی اون رسیده است که از فرهنگ زبان تاجیکی وسیع استفاده کنند. اگر اجازت باشد من یک کتابی که استقبال به نزدیکی چاپ کرد، این کتاب من است، صدرنگ پفک بحر یوسف، یعنی ما این به نبیرم بخشیدم و اینجا شعرهای خوب گویم که زیاد آورده شدن، یعنی که با آرایش های خوب باشد که برای خوانندگان صنف های ابتدایی این یک نمونه شود و بگذار جستجو کنند و این مرحمت. من هم از فرصت استفاده بودم. همین کتابی که کتابی سال شد با این معلمه نازنین، با این معلمه که سنوات خودسته بفهم میکنم. باوری دارم همه شاگردانتون بخونم. سلامت باشید. مرحمت. من هم با معلمه عزیز یک کتاب رو که بسیار سخنان خوب گفتن تقدیم می‌دارم. کتاب استاد بزرگ صابری. مرحمت. رحمت.
саломат бошед. کتاب برای اسمت الله برنده نمایش شما که فرزند بشه جمعیت یک саломат бошед. در انجام برنامه چی باید کرد از فرصت مناسب و منبری بلند اندیشه گفتنی هستیم که وابسته به این موضوع چون وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز نشریات دارد و چاپ میکند ما یک نامه هم کرده بودیم که باید مسئولان آنها بیان تعلیم و تربیت فرزند زیادتر بر دوش آنها هست اما آنها سهلنگاری کردن و با بینندگان عزیز میگوییم که اگر از صحبت امروزه ما از مطرح مسائل امروزه ما بهره گرفتید ما نیز خرسندیم و من گمان میکنم که با تهیه چنین یک نمایش صف کتابخانه‌ها زیاد میشود. بینندگان عزیز خیر تا نشرهای بعدی برنامه چی باید کرد سلامت باشید.